یک عده از این ملت، یک گروه از این ملت، یک گروه دیگرش چی؟ سنگای کلان میزند بالای سر اونا، میگن که خائن، تروریست، اکستریمیست، وطن فروش، خیانتکار. بدون هیچ دلیلی سنگا زده میشوند، فقط به خاطری که طرف صاحبی چی است؟ صاحب موقع است، صاحب فکر است. چرا؟ زیرا که انا همین جدا کردن ها به فایده گروه حاکم است. شعار یهودا هست: تفریقه انداز و حکومت کن. یک دوست دیگر می نویسد که سلام، شما برای چی با اپوزیسیا یا دیگر مخالفان یک جای نمی شوید؟ تو یک انگشت هستی، مشت شده نمی توانی تا 5 انگشت نشوی. این فکر من هست. عبدالرشید برادر عزیز، هر یک شخص، هر یک نفر یک موقع خودش دارد. ما موقع داریم. چی معنا دارد که با دیگر مخالفان یک جای نمی شوید؟ می شوید. اگر مخالف موقع خودش دارد، در از همون موقع خودش صحبت کردن گیرد، یک جای نمی شوید، چی معنا دارد؟ من با 2 میلیون مهاجر انشالله یک جایم. ما با مهاجرایی که اروپا دن، خب امریکا دن، در تمام حالت یک جایم. شما دیدید در همین 3 ماه کرانتین وقتی که ملت در یک حالت گرفتار شده بود که به یک لقمه نان زار شده بودن، ما و شما یک جایه شدیم با همون دوستا و برادرای اروپا و امریکا. این ملت از ورطه هلاکت بیرون آوردیم. شما چرا میگویید که شما یک جای نیستید؟ من با این ملتم و این ملت با من است. شما این حرفا را نزنید عزیزای دل. و من این ملت به مخالف و غیر مخالف جدا نمیکنم. ما یک انگشت هستیم، ما یک مشت هستیم عزیزای دل. این یک مشت نمیشه از شما انگشتاش جدا کنید. بنابر همین این حرفا را نزنید. برای من همه تاجیک است، چه مخالف چه غیر مخالف. من با همه هستم انشاءالله. من برادرای مخالفا برادرای ما هستن. چگونه میتونیم ما با اونا نیستیم؟ نه، ما از جزء اونا هستیم. و کسایی که مخالف نیستن در تاجیکستان هم باید بدونن که اونا برادرای ما هستن. ما با اونا هم هستیم. یعنی یه نفر مخالف است، یه نفر خب دیگه غیر مخالف، موافق است گوییم ده. خب سینونیم مخالف این موافق میشه. حالا یه نفر به خاطری که موافق است نمیتونه دشمن ما باشد یا ما دشمن اون باشیم. درست است؟ همه شما عزیزا، خواه مخالف خواه موافق، برادرای ما هستید. ما با شما هستیم. ما همه شما را دوست می‌داریم انشالله و شما را با آغوش میگیریم. اینا دانسته باشید. من هیچ وقت از هیچ تاجیک رو نمیتابم، کسی که نباشد مخالف است یا موافق. شما همه عزیزای ما هستید، شما دوستو و برادرای ما هستید. ما انا همین گونه نظر داشتیم که تاجیکستان پاره کردیم، 200,000 نفر از شهید کردیم سال 91 و 92 عزیزا. مخالف و موافق، یاری من یاری تو. نه این کارا نکنیم باید عزیزا. ما و شما مخالف و موافق نداریم. ما باید یک ملتیم و باید کوشش کنیم که زیر یک پرچم متحد باشیم. وظیفه اقدس ما، وظیفه مقدس ما و اولیه ما این جمع آوری کردن و متحد کردن این ملت زیر یک پرچم است، نه با نام های مخالف و موافق. امروز شما میبینید سنگای کلام بالای کسای میزنن که مخالفن یا موافقن، فرق ندارد. چی میگن؟ خائن. یعنی یک سیاست را پیش برده ایستادن که یک عده از این ملت، یک گروه از این ملت، یک گروه دیگرش چی؟ سنگای کلان میزند بالای سر اونا، میگن که خائن، تروریست، اکستریمیست، وطن فروش، خیانتکار. بدون هیچ دلیلی سنگا زده میشوند، فقط به خاطری که طرف صاحبی چی است؟ صاحب موقع است، صاحب فکر است. چرا؟ زیرا که انا همین جدا کردن ها به فایده گروه حاکم است. اونا ببینید شعار یهودا هست: تفریقه انداز و حکومت کن، رزدیلیای ایولاستوی. و این هیچ کس حالا تغییر نداده است، این از بین نبرده است تا آن روزی که
حکومت ها هستند، سیاست ها هستند، رزدیلی ولسوی همیشه چی؟ رول مهم بازی میکند، مخصوصا در کشورهای دیکتاتوری مثل تاجیکستان. بنابر همین بیایید ما همین کار انجام ندهیم. ما با این هستیم، با وی نیستیم. ما انشالله با همه هستیم. هر یک تاجیک در هر کجای دنیا برادری من هست، برادری ما و شما هست، نوابسته از آن که مخالف است یا موافق. ما و شما را برادر و دشمنای ملت دارن جدا میکنن با مخالف و موافق. بیاید ما و شما همین کار انجام ندهیم عزیزان.